این چقدر حرف میزنه، سرم رفت. بکنم ADHD داره ها. چالش 10 پست 10 باور غلط پزشکی. پست اول: ADHD برچسبه؟ نه. شیرینی و شکلات مقصر اصلیشه؟ نه. قضیه خیلی پیچیده‌تر از این حرف هست. مثلا اینجور افراد حساسیت شدید به نور و بو و صدا دارن و ممکنه نوسانات خلقی شدید رو تجربه کنن، اما کافیه به این چیز علاقه داشته باشن تا مثل لیزر روش تمرکز کنن و ایده های ناپیدا. پس این که میگن شیرینیجات میتونه باعث بیش‌فعالی بشه چی؟ مصرف شیرینیجات میتونه موقتا انرژی اونا رو بالا ببره، اما تحقیقات نشون داده اثر خاصی روی بیش‌فعالی هم ADHD ندارن و این یه مشکل عصبی مرتبط با رشد مغز. حالا بفرست برای اون دوستت که همیشه فکر میکنه ADHD داره که کلمه ADHD رو کامنت کنه تا تست تشخیصش رو براش بفرستی.